سلام همگی بچه، خوش اومدید به این ویدیو. بچه امروز قراره داخل این ویدیو بریم یه تخم مرغ بشکنیم، تست کنیم، بخوریم، ببینیم چه جوریه. بریم سراغ ویدیو، لیتس گو. خب بچه، اول از همه ما باید اینجا گاز رو روشن کنیم. کبریت من بردارم یه لحظه، من اینو این. خب بچه، گاز رو وقتی روشن کردیم میریم یه مایتابه قابلمه یه چیزی میاریم میذاریم رو گاز. صبر کنید الان میاد. بچه این قابلمه خیلی قدیمی، نمیدونم واسه کیه، میاریمش میذاریمش اینجا روی گاز. واسه یکم تصویر رو براتون بیارم پایین‌تر. خب اوکی. بعدش به چی نیاز داریم؟ روغن. یکم روغن میریزیم. بعد از اینکه روغن ریختیم صبر میکنیم تا داغ بشه یکم. وایسید ظاهرش هم بهتون نشون بدم. اینجوری وایسید داغ بشه. بعدش میرید تخم مرغ میارید. وقتی که داغ شد یک عدد تخم مرغ. بعدش میایید اینجا میشینید. بچه ها اینجوری شد. تازه گذاشتیم. بعد الان باید وایسید تا یه خورده بپزه، بعد همش بزنید. اگرم میخواید زردش طلایی میشه بعد همینجور ثابت بذاری بمونه. وایسید الان بهتون میگم. برم یه قاشق بیارم. بابا یه دونه ما قاشق میاریم. خب بچه غذامون آماده است. بریم ببینیم چی شد. بیایید اینجا با من. بچه این شد ظاهرش. اینجوری گازو خاموش کنید. اینجوری شد. بایستید بریم یه نون بیاریم یه تست بزنیم. بایستید ببینیم دستپخت خودمون چجوریه رو تخم مرغ. بچه یه تیکه نون آوردیم بریم یه تستی بزنیم ببینیم چجوریه. آقا من مجبورم اینجوری بخورم. آجی اوکیه. راستی نمک و فلفل یادم رفت، حواسم نبود. یعنی نمک و یه فلفل کم داشت. بچه من نمکدون و فلفل رو پیدا نمی کنم. بچه این بود از این ویدیو. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد، براتون آشپزی‌های مثل اون ویدیو سمی بسازم، چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید تا یه ویدیو دیگه. بوس بهتون.